ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 7 ایول سال 2024 با نشر ثبت‌های فوری در صفحه‌اش در فیسبوک از آشکار شدن یک مورد آدمربایی در پایتخت خبر داد. بنا به اطلاع مرکز مطبوعات ملیته پایتخت تاجیکستان، صحنه 16 ایون سال جاری شهروند حاجزاده ابوبکر 21 ساله ساکن شهر دوشنبه از خانه برآمده بی‌درک شد که باعث به میان آمدن هر گونه حتی گمان‌ها گردید. در اساس فرضیه آدمربایی، کارمندان ملیته پایتخت یک قطار چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی را عملی نموده با گذشت 3 شبانه روز همچون گمانبر شهروند گلونوف خورشید ساکن 36 ساله شهر دوشنبه را که قبلا با جرم دزدی سو شده است دستگیر نمودند. خود گلونوف یا نزدیکانش برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی بنا به فرضیه میلیسیا گلونوف خورشید ابوبکر خواجه‌زاده را از کوچه دیوتی ربوده در تاخانه منزل استقامتیش واقع در کوچه یکچنار در شرایط نهایت وزنی نگاه داشته زیر شکنجه و لطکوب قرار داده است. همزمان از والدین ابوبکر خواجه‌زاده بر عوض رهایی او 30,000 سومانی طلب نموده است. سراج‌الدین شکوری سخنگوی میلیسیای دوشنبه در شرح سبب‌های دست به چنین جنایت سنگین زدن گلونوف گفت که او با مقصد خریداری مواد مخدر و تأمین کیف و راحت خود دست به این عمل زده است. گفته می شود که گلونوف خواجه‌زاده را در کوچه دیوتی در باردان ماشینش بار کرده به خانه خود آورده، در تاخانه محکم کرده، در شرایط خیلی طاقت فرسا قرار داده است. تفصیلات دیگری قضیه نشر نشده است، اما گلونوف در نوار نشان می‌دهد که چگونه جبر دیده را به باردان ماشینش بار کرده به خانه‌اش آورد. در ثبت‌های فوری هم چنین دیده می شود که چگونه خورشید گلونوف را دستگیر می‌کنند و ابوبکر خواجه‌زاده را از دستش گرفته از خانه که 3 شبانه روز مکان اسارتش شده بود بیرون می‌آورند. گلونوف خورشید حالا در حبس پیشکی قرار داشته. نسبتش طبق طلبات 2 ماده کودکس جنایتی تاجیکستان، ماده 130 قسم 2 آدمربایی و ماده 250 قسم 2 طمع‌جویی پرونده جنایتی آغاز کردند. به او برای آدمربایی با استفاده از سلاح و زورآوری برای حیات و سلامتی جبر دیده خطرناک همچون جزا از 8 تا 12 سال زندان و برای طمع‌جویی با استفاده از زورآوری از 10 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند.